السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، هر یکی از اینها از جمله صبر کنندگان بودند. ذوالکفل ابن ایوب علیه السلام، اکثر مورخین میگویند ذوالکفل پسری ایوب علیه السلام بود و او مثل پدرش، یعنی مثل ایوب علیه السلام صابر بود، صبر کننده بود. نام اصلی ذوالکفل بشر است، بشر ابن ایوب، ولی الله متعال او را در قرآن به ذوالکفل ذکر کرده است. چند سبب دارد برای نامیدنش به ذوالکفل، چند سبب دارد. ذوالکفل علیه السلام قوم خود را کفالت داده بود. ذوالکفل یعنی صاحب کفالت، قوم خود را کفالت داده بود، وعده کرده بود که هر کسی از آنها محتاج باشد احتیاجش را برآورده می کند و همچنان کفالت داده بود که در بین آنها قاضی عادل می شود و وعده کرده بود از برای الله هر شب را عبادت می کند و روز را روزه می گیرد و هرگز غضب نمی کند. همه این وعده ها و کفالت هایی که داده بود تا وقتی که حیات بود عمل کرد به اینها. برای همین او را الله متعال به ذوالکفل نامیده است، یعنی که در قرآن ذکر کرده است. قصه حیات ذوالکفل علیه السلام در قرآن و یا در سنت ذکر نشده است. بعضی از قصه های اسرائیلیات است که ذکر نکردیم برای اینکه یعنی حقیقتش را الله متعال داناست که درست است یا نه. انشاءالله تعالی در نوار بعدی قصه یونس علیه السلام را میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.